خیلی از طبیعت‌گردا من دم چشم کم میکنن. شما دم چشم کم میکنی، خرگوشه میخواد آب بخوره و ماره میخواد خرگوشه رو بزنه. چند درصد احتمال گم شدن شخص تو جنگل‌های هیرکانی وجود داره؟ وقتی تو یه قاشق از تخم خرفه رو میخوری تا یه روز آب بدنت احتیاج نداره. خطرناکترین نقاط ایران یا خطرناکترین نقطه ایران ازتون بپرسم. بعضی از جاهای کویر از صبح که طرف گم میشه به غروب نمیرسه، از تشنگی میمیره. زمانی که ما تو طبیعت با حیوانات مواجه میشیم، اون اصول کلی در مواجهه با حیوانات باید رعایت کنیم چیه؟ حیوانات با بچه‌هاشون فوق‌العاده خطرناکن. سلام همه طبیعت دوستای باحال، خیلی مخلصیم. من سعیدم در خدمت شما. امروز یه مهمون فوق ویژه داریم، یکی از برترین و بهترین اساتید امداد نجات، آتش نشانی و بقا در طبیعت. در خدمت استاد جندقی عزیز هستیم. خواهش میکنم لطفاً. برای ما افتخاری که در کنار شما و بیننده‌هاتون باشه. مخلصیم. یه رزومه از خودتون دوست داریم بگیم یا نه صاف بریم سر اصل مطلب؟ ببین من چندین سال 20 خورده ساله که خب طبیعت گردی میکنم، از زمانی که طبیعت گردی مرسوم نبود و تو حوزه‌های کویرنوردی و بقا در طبیعت خیلی بیشتر از بقیه زوم کردم و چون تو کار امداد و نجات بودم و توی دانشگاه آتش نشانی هم کلا تدریس امداد و نجات و به قول معروف رشته های مرتبط با امداد نجات رو داریم، چون که در طبیعت چه آموزشی که به آتش نشان ها میدیم، به نیروهای امدادی میدیم در سراسر کشور، تو همین حوزه فعالیت ما همچنان ادامه دادم و الان در خدمت شما هستم که در مورد بقا بیشتر صحبت کنم. امروز یه دوره بقا در جنگل داریم ما که اینجا هستیم. من استادو بالاخره تونستم باشون گفتگو کنم در رابطه با همین موضوع. امروز اگه یه نفر تو دل طبیعت گم بشه، اولین کاری که باید بکنه چیه؟ ببین وقتی یه نفر گم میشه، اولین کار باید امکاناتش رو بسنجه، ببینه من کجا گم شدم، مثلا از دوستام جدا شدم یا تنها اومده طبیعت گم شده یا مثلا پاش سر خورده، شکسته، یه جا گیر کرده. هر اتفاقی که افتاده بر اساس داشته‌هاش، چقدر آب دارم، چقدر غذا دارم، چقدر امکانات دارم، چقدر فاصله تا محیطی که بتونم نجات پیدا کنم دارم، همه اینا رو بررسی میکنه، اصطلاحاً استاپ میکنه، یعنی اول توقف میکنه، داشته‌هاش رو بررسی میکنه، امکاناتش رو بررسی میکنه، یه پلن میریزه، میگه خب طبق این چی دارم و ندارم اول باید این کارو بکنم. اگر من نزدیکم دوستاش، میگه خب اول صدا میکنم ببینم میتونم پیدا کنم. اگه یه جای دوری تنها اومده، یه مسیر درست برگشت رو تعیین میکنه. اگه هوا خیلی داره تاریک میشه، اولین کار اینه که اصلا پناهگاه پیدا کنه که حیوانات وحشی بهش حمله نکنن. بسته به شرایط آدما همه چی متغیر، یعنی همه چی اصطلاحاً فلکسیبل و متغیره. چرا؟ چون شرایط ها متغیره. پس اول باید تمام داشته ها، شرایط و امکاناتمون رو بسنجیم، بعد روش برنامه بریزیم. حالا به صورت دیفالت فکر کنیم منابع رو داریم، یه سری چیزا رو. درست. اولین چیزی که باید بهش فکر کنیم دقیقاً چیه؟ زمانی که می‌بینیم که آقا آب و غذا و خوراک و اینا داریم، اگر دوستامون نزدیکن، برنامه‌ریزیمون این میشه که چجوری دوستامون بفهمن ما کجاییم. مثلا فرض کن شب اومدی قدم بزنی، از دوستاتو کم فاصله گرفتی، یه دفعه می‌بینی راه رو گم کردی. اول خوب گوش میدی تو چهار جهت و حتی یعنی قیف گوش هم میذاری، تو چهار جهت گوش میدی، ببینی صدای میاد، مثلا میبینی صدای آوازخوندن یه رفیق از خیلی دور داره میاد، مثلا صدای الان مثلا داری میشنوی، یه صدای آوازخوندنی از دور داره میاد. پس اون جهت رو میگیری و میری. یه موقع اصلا متوجه نمیشی و میدونی هیچ صدایی نمیاد و میدونی گم شدی. پس چیکار میکنی؟ میری روی ارتفاع نزدیک، نه خیلی فاصله دار، نزدیکترین ارتفاع وای میسی، دستتو میذاری دوباره حالت قیفی و تو چهار جهت داد میزنی. یعنی یه داد میزنی، مثلا میگی کمک کمک، بعد گوش میدی چند ثانیه، دوباره جهت اینور، جهت اینور و جهت، چهار جهت. یه دفعه میکنی یکی صداتو میشنوه و یه جوابی میده. از طرفی نگاه هم میکنید، شب که باشه چراغ قوه، نور، لامپ مثلا بچه‌ها ممکنه ببینی. این آیتما رو که بررسی میکنیم، مثلا اگر دیدی که خب بهتر، اگر ندیدی حالا برمیگردی میگی خب من از کجا اومدم. اینکه از کجا اومدم، اگه تکنیکای بقا رو بلد باشی، وقتی داری مسیری میری روز یا شب، هر یه ذره وقت که میری برمیگردی پشتتو نگاه میکنی. اگر این کارو بکنی، صحنه برات آشناست. زمانی که گم میشی
داری برمیگردی دیگه نگاه میکنی این صحنه آشناست چون قبلا برگشتی نگاه کردی. این ذهن اینا رو ضبط میکنه و تو میتونی مسیرتو پیدا کنی. پس اینو باید به عنوان قبل از گم شدن بلد باشی و این کمکت میکنه که راهتو پیدا کنه. اما خب بعضیا این کارو نکردن و حالا طرف گم شده. باید ببینید چه آیتمایی بوده، دوره فکر کنه، میبینه که خب من داشتم میومدم همینجوری صدای رودخونه میومد و من داشتم از بغل یه رودخونه مانند حالا با فاصله 50 100 متر میومدم و این صدا از سمت چپ من بود و الان مثلا یه نیم ساعت یه ساعت اومدم گم شدم. خب اگر من برگردم صدا سمت راستم باشه دارم مسیر برگشت میرم دیگه، پس احتمال رسیدنم به نقطه اول بیشتره، پس این مسیر رو میرم. حالا یه موقع هست ممکنه انقدر هوا تاریک شده که اصلا نور ندارم، یه گوشی همراهم بوده چراغ و همراهم نیست، فکر نمی‌کردم گم بشم، خب نور گوشیم کمه، آنتنش بهتره، پس همه اینا برام مهمه. بعد بررسی کنم کدوم اولویته. اگه اولویت اینه که من با یه ذره پایین‌تر احتمالاً به بچه‌هام میرسم چون فاصله‌ام چند دقیقه بیشتر نیست، تو تاریکی آرام آرام میرم. اگه میبینم نه فاصله زیاده، نورم کمه، من نمیرسم، پس نور باتری اینو مصرف نمی‌کنم، میزنم هر یه مدت آنتن رو پیدا کنم، اگه نبود ایرپلی میکنم که شارژ این از بین نره، یه جای پیدا میکنم فعلا پناه بگیرم استراحت کنم تا بتونم. و یه موقع ممکنه یه ساعت که بگذره بچه‌ها بگن فلانی چرا نیومد. یه روش دیگه هم که قبل از گم شدن بعد بدونیم همینه، مثلا تو کمپ هم میگم بچه من میام یه قدم بزنم نیم ساعته، دوستان میدونن نیم ساعت شد یه ساعت یعنی من گم شدم، میان دنبالم. این هم یه کمک کننده است. پس ما همیشه در مورد گم شدن اول یه اقداماتی رو قبلش باید انجام بدیم، یه اقداماتی در بررسی امکاناتمون اون زمان و یه اقداماتی زمانی که حالا گم شدیم و میخوایم برنامه بریزیم که چیکار کنیم باید انجام بدیم که اینا هر کدوم برنامه خودش رو میطلبه. چند درصد احتمال گم شدن شخص تو جنگل‌های هیرکانی حداقل وجود داره؟ متاسفانه برای حرفه‌ای‌ها یه ذره کمتر ولی برای نیمه حرفه‌ای‌ها یه ذره بیشتر. یعنی کسایی که خبرگرد حرفه‌ای هم 20 سالن میرن کوله میندازن، اینا خب میدونن جی پی اس دارن، مسیر میشناسن، یه سری اقدامات دارن، بقا در طبیعت بلدن، خب اینا کمتر خطر براشون وجود داره. ولی نیمه حرفه‌ای کسایی که کوله و تجهیزات دارن ولی اطلاعات طبیعت گردی ندارن، همینجوری دور همی با چند نفر میرن، اینا بیشتر از همه آسیب میبینن. چون غیر حرفه‌ای‌ها که اصلا یه خانواده‌ن که میان بغل یه جنگل یه دونه قرمه سبزی میزنن و میرن تمام. ولی اون نیمه حرفه‌ای است که میاد تو دل جنگل اما اطلاعات اون حرفه‌ای رو نداره، این بیشتر از همه آسیب می‌بینه. اولا که خب باید اطلاعاتشون رو بیشتر کنن، ولی موضوع اینه که خب تا قبل از اون اینو بدونن که وقتی یه جای کمپ چیزی میزنن اگر فاصله میگن اطلاع بدن، تجهیزات خاصی همراهشون باشه. خیلی موقع شما میتونید کمپ‌ها یه نفر یه کارت بسته بهش یا یه آتش‌زنی تو جیبشه، میگه خب بابا اینجا که تو کمپ برای چی اینو زده؟ خب زمانی که نیم ساعت میره یه دور بزنه بیاد، این حملاش اگر گم شه این بهش کمک میکنه. ظاهرش که این حملاش اینجا مصرف نداره. شما فرض کن مثل یه نظامی که تو پادگانه میگه آقا اینجا که جنگ نیست چرا تفنگ حملاشه؟ زمانی که حمله کنن میگه تفنگ داشته باشه، اون موقع نمیتونه بره تو انبار تفنگ برداره که. پس اینم همونه، امنیت میده. آفرین. پس این یه امنیت میده، یه تمرین میده، آمادگی ذهنی میده، با همون کاردی که داره تمرین میکنه، یه چوب میتراشه یاد میگیره، با اون تنابش 4 تا گره میزنه، 4 تا تکنیک یاد میگیره، هی به مرور زمان تجربه‌اش زیاد میشه و اگر زمانی در موقعیت گم شدن قرار گرفت به راحتی میتونه به خودش کمک کنه، مسیر رو سریعتر پیدا کنه، هوا رو بشناسه، باد رو بشناسه، صداها رو بشناسه، بدون کجا امنه، حیوانات وحشی رو بشناسه و اینا همه بهش کمک میکنه که بهتر امن‌تر باشه و در جرگه اون حرفه‌ای باشه. یک نیمه حرفه‌ای فقط با اطلاعات و تمرین به اون حرفه‌ای تبدیل میشه. با توجه به اطلاعاتی که الان شما دادین، معمولا خب خیلی از طبیعت‌گردایی که حتی خودشون رو در ژانر حرفه‌ای قرار میدن دسترسی به این اطلاعات و این چیزها رو ندارن، این دیتا رو. اینا رو چجوری پیدا کنن؟ حالا فارغ از این که تو دوره‌های بقایی که شما برگزار می‌کنین شرکت کنن، چگونه میتونن این اطلاعات رو بیشتر کنن؟ چون من با توجه به صحبت‌های شما متوجه شدم منظورتون اینه که حواس پنجگانه رو ما باید کاملا شارژش کنیم، بیشتر باشه و به جزئیات بیشتر دقت کنیم و حداقل من خودم آدمی بودم قبلا که اصلا جزئیات برام مفهوم نشد، کلی بزن بریم. بعد که با شما آشنا شدم به این جزئیات اصلا فکر کردم.
ببینید اطلاعات تو چند دسته تقسیم میشه در مورد طبیعت‌گردی حرفه‌ای بقا در طبیعت. یکی این که اطلاعاتی در مورد روانشناسی بقا که اگه گم شدیم چیکار کنیم، چجوری استرسمون مدیریت کنیم، شب حرکت می‌کنیم نترسیم، چجوری از امکانات استفاده کنیم، اگه یه آسیبی دیدیم چجوری ذهنمون رو مدیریت کنیم که این آسیب تشدید نشه. اینو به روانشناسی بقا برمی‌گره. تو این 12 فصل یه فصلش روانشناسی، یه فصلش آبه. اگه گم شدیم تو جنگل چجوری آب پیدا کنیم، کویر، کوهستان، اینا با هم فرق داره. بعد یکیش غذاه، چجوری تغذیه کنیم که بتونیم خودمون رو زنده نگه داریم. یه قضیه شکاره، اگه نیاز بود چجوری شکار کنیم. پناهگاه، یک موردش پناهگاهه که چجوری پناهگاه بذاریم. تو باتلاق یه جوری پناهگاه، مثلا الان یه پناهگاه باتلاقی ساختیم که باید با ارتفاع باشه، تو آب که نمیشه خوابید. چجوری تو ارتفاع اینو بسازیم، چجوری پیمایش کنیم، چجوری در طبیعت خودمون رو طبیعت درمانی کنیم. اینا سرفصل هاست. این سرفصل ها رو میتونن اطلاعات مختلفی به صورت تئوری یا فیلم های آموزشی اینا ببینن. فقط یه نکته داره. نکتهش اینه که شما ممکنه تو یوتیوب یه فیلمی ببینید که یه چیزی گفته، اما تا اونو تمرین نکنی مطمئن نمیشی درسته. متاسفانه اطلاعات فیک که صرفاً تئوریه اما عملی واقعیش وجود نداره خیلی زیاده. برای اینکه شما مطمئن بشین به اون اطلاعات برسین، حتما وقتی یه چیزی میشنوین یا یاد میگیرین تمرینش کنین که ببین آیا خروجی واقعی داره یا نه. همیشه یه مثال میزنم. همه شنیدن که اگه تو درختای جنگل توی یه قسمتش خزه بزنه، اون قسمت شماله. علتش اینه که یه درخت رو اگر در نظر بگیرین، خورشید از شرق طلوع میکنه و در غرب غروب میکنه و از جنوب میتابه. رطوبت اینجا خشک میشه، اما اینجا چون رطوبت داره خزه رشد میکنه. پس هر زمانی شما درخت رو اینجا خزه رشد کردین شماله. آره این اطلاعات اون میشه. اما وقتی اینو تمرین میکنی و واردش میشی و اطلاعات بقا و جزئیاتشو در میاری، میبینی همیشه اینجوری نیست. اینجا که درخت‌ها به هم دیگه نزدیک‌ترن، آفتاب سایه انداخته رو هم دیگه، همه جاش خزه زده. یا یه جایی میبینی اصلا اگه طرف باد مرطوب میاد، کلا به علت رطوبت زیاد این طرف درخت‌ها همه خزه زده، در صورتی که این باده، اصلا ربطی به اون نداره. باید اینا رو کنار هم یاد بگیری، این نکته‌هاش و باگ‌هاش رو همه رو یاد بگیری که زمانی گم میشی این اتفاقا باعث انحرافت نشه، بهت کمک کنه. مثلا این اطلاعات رو از مرجع‌ها یا آدم‌هایی که اطلاعات قوی دارن یا در این مورد واقعا تخصصی کار کردن، عملیاتی و خروجی کار کردن بگیرین. آدمایی که صرفا تئوری حرف میزنن فایده نداره. ببین اونها که آموزش عملیاتشون بیشتره، از اونها یاد بگیرید. ما هم توی به قول معروف شبکه‌های اجتماعی اطلاعات رو میذاریم برای دوستان، خیلیاشو که اونایی که میتونن توی دوره‌ها شرکت کنن که بهتر، اگر نمیتونن ببینن اطلاعات شبکه‌های اجتماعی و مثلا اینستاگرام داشته باشن که بارها اطلاعات مختلف در این زمینه ما بارگذاری میکنیم. استاد جسارتا الان شما خودتون کار عملیاتی انجام میدید یا نه؟ بله، ما وقتی میخوایم دوره آموزشی بقا بذاریم تک تک آیتما رو نه منظورم اینجا نبود، تو حوزه امداد نجاتی که خودتون فعال بودین و به نیاز باشه اورژانسی. مثلا زمانی که 12 روز جنگ بود، ما چون آواربرداری اینا هم تدریس میکنیم، زمانی که اورژانسی شد کیس های خیلی سنگین رو مثلا به مربی‌ها گفتن بیاین کمک. ما برای قضیه جنگ 12 روزه حمله که به زندان اوین شد، ما رفتیم اوین کمک. کیس سنگینی بود، بتون بود، اجساد زیر زیاد بود و دنبال به اصطلاح تیم حرفه‌ای و مربی بودن. مربی‌ها اومدن اونجا کمک کردن که سریعتر کار جمع بشه. ولی در حالت عادی ما تدریس دانشگاهی ادامه میدیم و تمرین عملیاتی رو. تو این تمرینات عملیاتی که انجام دادین چه نکته قشنگی گفتین. تا حالا شده مثلا یه جای گیر کنید که بدترین شرایط رو تجربه کرده باشیم؟ میخوام داستان اون بدترین شرایطی که استاد جندقی تجربه کرده رو بدونیم چی بوده. ببین توی تمرین ها نه، چون ما تمرین ها تو اون واقعیت ها، تو واقعیت زیاد، تو واقعیت که جونتون به خطر افتاده. آره من ببین اوایل من تنها زیاد سفر میرفتم، اون موقع خب تجربه‌ام کمتر بود و خب این ریسک خطر خیلی بالا میاد. درسته تجربه‌های خیلی زیادی هم کسب کردم، اما به همه توصیه میکنم تنها نرید، حداقل با تعداد کم 2-3 نفر برید، چون تنها میتونه خطرات رو خیلی زیاد کنه. من یه برنامه‌ای رفته بودم، تو اون برنامه 1-2 نفر همراه من بودن که خب خانم‌ها بودن که تجربه قوی نداشتن. ما یه مسیری رو رفتیم بالا از یه به اصطلاح سینه‌کش کوهی که خیلی سیف نبود و به سختی و با ملاحظه زیادی رفتیم. اما زمانی که بالا بودیم هوا خیلی سرد شد، بچه‌ها خواستن دیدن بچه‌ها توانشون پایینه و خواستن برگردن. اما یه اتفاقی افتاد، همون زمان برف زد. شیبی که ما ازش رفته بودیم بالا یه ذره صخره‌ای بود، سنگی بود، برف روی این نشست و این سر شد، یعنی خطرش چند برابر شد، پایینش هم دره بود.
خب تنها چیزی که تونست به من کمک کنه اون تناب انفرادی همراه بقا که همیشه میگن داشته باشین اون بود که من اونو به جای اتصال میدادم، تیکه تیکه بچه‌ها رو میآوردم پایین، دوباره یه جای دیگه سیو اینو اتصال میدادم، دوباره یه تیکه میآوردمشون پایین، تناب باز میکردم به سختی و با یه زمان بسیار زیادی. مسیری که شاید شما مثلا نیم ساعته میتونستی بیای، ما مجبور شدیم چند ساعت طول بدیم ولی اومدیم پایین. اون یه کیس خیلی خطرناکی بود ولی خب ما چاره‌ای نداشتیم چون تنها راه برگشت همون راه رفت. این از جاهای خطرناک بود. یه خطر دیگه خطر حمله حیوانات بود که توی کویر بودم، تو منطقه که چادر زدم و مطمئن بودم گرگ نداره. اینکه میگن طبیعت سورپرایزت میکنه یعنی همین، هرچی همه چی در نظر میگیری باز یه چیزی یاد میده، یه چیزی فراموش میشه، یه چیزی تغییر میکنه. من فکر می‌کردم اونجا گرگ نداره، یه دفعه دیدم یه چیزی داره قوطه‌ها داره میچرخه و راه رفتن شغال نبود. من فهمیدم این گرگه. بالاخره تبر و خنجر دستم گرفتم، آتش‌ها رو زیاد کردم و تا صبح بیدار بودم راه میرفتم. اونم از دور هی رصد میکرد ولی طلوع شد رفت. که رفتم دیدم رد پای گرگ بود و رفتم با فاصله زیادی که روستا بود به روستایی گفت اینجا گرگ نداشته. من گرگ دیدم، مگه میشه؟ گفتن آره مثلا 2 سال پیش محیط زیست اومده گرگ آزاد کرده که مثلا جغرافیای طبیعی رو داره تغییر بده. خب من که خبر نداشتم. این که میگم خیلی موقعی یه سری چیزا اصلا ما در جریان نیستیم اتفاق میفته. اینه طبیعت به این بزرگی، جنگل، کوه، کویر خیلی جا تغییرات میشه. یه گله گرگ اگه جای حرکت میکنه تو خبر نداری، یا هوا یک دفعه سرد میشه اینا تحت فشار میشن. خطرات همیشه وجود داره. هر چی بیشتر بدانی در مورد تمام اطلاعاتی که تو طبیعت وجود داره ایمن‌تری و هر چی دانسته‌هات رو تمرین کنی حرفه‌ای‌تر. تو این من از شما شنیدم که سفرهای خارجی خیلی زیاد رفتین، حالا جنگل نوردی‌ها و کویر نوردی‌های مختلف. استاد میخوام اون یه باری رو بدونم که تو ذهنتون گفتین خب دیگه استاد عباس جندقی اینجا دیگه به پایان رسید. اون یه دفعه رو دارید برام تعریف کنید؟ یه بار تو جنگل‌های لاوس رفته بودم، یه کشوری بین کامبوج و ویتنام، جنگل‌های انبوه، درخت‌های بسیار غول‌پیکر، مثلا شما چندین متر قطر درخت. یه جنگل خیلی عجیبی. یه رودخونه‌ای داشت که حالا دقیقاً یادم نمیاد، اگه استونکم نانگاپرانا بود اسمش، دقیقاً حضور ذهن ندارم. یه رودخونه بزرگ عریض با حجم آب زیاد که اصلا کفش دیده نمی‌شد، آبش هم شیری رنگ بود. بعد خب من از اون رودخونه رد شدم، یه منطقه‌ای داشتم میرفتم، یه شیب دره‌ای سخت بود. اون موقع من خیلی ریسک می‌کردم، خیلی زیاد. خب دوستان فاصله داشتن، من تنها بودم اونجا با یه فاصله که گفتم من میرم اینجا دور میزنم میام. ولی خب اینو در نظر نگرفته بودم که یه جایی داشتم میرفتم که دوستان من در حد حرفه‌ای نبودن که اگر من به مشکل بخورم بیان دنبالم بتونن کمکم کنن. با ریسک انفرادی داشتم میرفتم و رفتم توی شیب دره‌ای بزرگی. بعد یه بدنه شیب تند رو در نظر بگید، دست به سنگ داشتم میرفتم. خاکسوس بود، یه جایی حتی ریشه ها رو میگرفتم. داشتم میرفتم پشت یه دره‌ای که به نظرم خیلی زیبا بود اونجا رو ببینم. یه نکته، یه جایش یک دفعه پامو گذاشتم روی یه تیکه‌ای، نگو که این خاک یا سنگ یه تیکه سر بود. یه دفعه از زیر پام خالی شد که من دیدم، حالا دوربینم روشن بود، توی تیزرهای خودم اون تیکه رو دارم که اون خاک بزرگ یه دفعه چرخید رفت ته دره و من به ریشه ها آویزون شدم و خب هیچ حمایتی هم نداشتم و اگر اون ریشه ها سوستیشون زیاد بود من میرفتم پایین و اصلا میرفتم دره و احتمال قوی میمردم. خیلی برام شوک کننده بود. به سختی خودم رو به اون بر بردم ولی خب مسیر از بین رفته بود. حالا باید برمیگشتم، این دوباره ریسک رو زیاد کرد. با این حال من رفتم نقطه رو دیدم و برگشتم و از یه روش دیگه از یه جای بالاتر اومدم ولی خب کار خیلی سخت شد. یعنی بهتون بگم وقتی برگشتم دیگه استراحت طولانی کردم، خیلی سنگین بود و متاسفانه از این ریسک‌ها زیاد می‌کردم. الان خیلی ایمن‌تر و به همیشه بچه‌ها میگم ایمنی رو اول انجام بدین به هر شکلی با سیستم اون ابزارهای اصلی که همیشه باید همراهتون باشه. تو بقا 4 تا ابزار اصلی داریم، یه دونه پتو، یه دونه تناب، یه دونه آتش سنت و یه دونه کار. این باید همیشه همراه باشه. با وجود اینا بقیه تکنیکه، صدها و هزار تکنیک وجود داره که تو باهاش میتونی کارهای مختلفی انجام بدی و همیشه بچه‌ها گفتم اینا رو داشته باشین، ایمنی رو رعایت کنید، بقیه‌اش تکنیکه و این باعث میشه بدترین شرایط هم بتونید استاد میخواستم بپرسم تا حالا بوده مثلا کسی رو نجات داده باشین که خودشونو مدیون شما بدونن یا مثلا بعدش بیان احساس دوستی بکنن و اینجوری بخوان بیان سراغتون؟ توی ایستگاه 70 که آتش‌نشانی بودیم، یه دونه از این چیزا ماشینا توی اتوبان امام علی داشتیم میرفت، یه دفعه افتاده بود توی وسط این شکاف و متاسفانه آسیب شدیدی بود به شکلی که خانم جمجمه‌اش شکسته بود و جمجمه سطح پوست جدا شده بود
ما فکر می‌کردیم فوت میکنه. به سختی اینا رو نجات دادیم، خروج دادیم و اینا و به اصطلاح اورژانس بردشون. ما فکر کردیم اینا فوت میکنن، ولی چند وقت بعد با شیرینی اومدن تو ایستگاه و خیلی تشکر کردن و گفتن شما جون ما رو نجات دادید و ما مدیونتونیم و از این داستانا. از این حیث داستانا توی آتش نشانی زیاد اتفاق افتاده و در زمینه طبیعت هم همینطور. تو طبیعت ما توی دره‌ای داشتیم دره نوردی می‌کردیم، یه گروه کوچیک حرفه‌ای کار با طناب توی سمت سبزوار. فرودایی که می‌کردیم بعضی از فرودها تا 100 متر عمق داشت و دره خطرناکی بود. ما می‌خواستیم دره رو یه روزه بریم چون سنگین بود، نمیشد زمان بذاری، وسط دره هم نمیشد توقف کنی، عرض کم، فشار آب، هم سنگی، خروجی هم نداشت، دیوارهای بلند. یه دفعه وسط دره خوردیم به یک گروه از خانوما که اومده بودن دره نوردی، ولی متاسفانه مربیشون حرفه‌ای نبود. اینا بدنشون تخلیه کرده بود، خسته شدن، وسط دره بودن. دوست دره نورد آقای صادقی گفتش که خیلی اوضاع برای این خطرناکه، در حدی که ما اگر اینها رو رها کنیم ممکن اینجا فوت کنن. به شدت ترسیده بودن، میلرزیدن، به هم ریخته بودن. حتی مربیشون که سرپرستشون بود ضعیف شده بود، بقیه که هیچ حدس نمیزنن کار انقدر سنگین باشه. دفعه اولیشون بود اومده بودن، دیگه مجبور شدیم اینا رو نجات بدیم. یعنی ما با اینا تو دره موندیم شب و یه جایی تو آب خوابیدیم. حتی من یادمه که یه جایی خوابیدیم که کولر زیر سرم گذاشتم، فقط دهنم از آب بیرون بود، آب همینجوری از من رد میشد، فضایی نبود، فضا به شدت باریک بود، سنگی، صخره‌ای، شیبدار، اصلا جا نبود. به سختی اینا رو تقسیم کردیم، بهشون غذا دادیم، شکلات دادیم، گرمشون کردیم، چای و اینجور چیزا، امکانات تعریف کردیم. یه ذره سر حال شدن، مجبور شدیم یک روز بیشتر تو دره بمونیم، آرام آرام اینا رو بیاریم بیرون. یعنی عملا یه گروه 15 نفر رو اونجا نجات دادیم و به قول خودشون جونشون رو مدیون ما بودن، چون به خاطر اینکه نمیشد اونا رو رها کنیم، واقعا اصلا توان ادامه دادن نداشتن. کار برای ما البته خیلی سنگین شد، چون ما بالاخره تعدادمون زیاد نبود و اصلا ببینید نجات دادن و بچه‌ای که حرفه‌ای هستن اینو میدونن، تو امداد نجات بعضی اوقات شما یک نفر رو میخوای از کوه بیاری پایین، یه گروه 15 نفره 10 نفره اصلا انرژیشون کامل تخلیه میشه تا چند ساعت نمیره، اینقدر کار سنگینه. حالا شما فرض کن تو دره که باید طناب بریزی، رو طناب طرفو سوار کنی بیاری پایین، یک روزه درگیر این کار باشه، یه گروه 15 نفره، خیلی کار سنگین، خیلی سنگین. آره بسیار سنگین بود. ولی ما اصلا اومدیم از دره بیرون، فکر کنم ما 2 روز فقط خودمون استراحت کردیم. ولی خب به هر حال جون اونها نجات پیدا کرد و اونها از ما خیلی تشکر کردن. یه کار واقعا سنگینی بود که انجام شد. فکر می‌کنم لذتش هم بردیم. بله واقعا این که آدما کمک کردن به آدما لذت بخشه. من تو زمینه چه بقا در طبیعت، چه زمینه هضمت که ماده خطرناک با آتش نشانی که کار می‌کنم، تو هر سه حوزه ما با نجات آدما سر کار داریم. یعنی خب برای ما لذت بخشه. حتی یه جایی وقتی آوارم میشه، مثلا تو همون داستان اوین که اتفاق افتاد، خب چند روز آدمایی که اون زیر بودن فوت کرده بودن، یعنی خانواده‌هاشون چندین روز تو خیابون میخوابیدن که بتونن مثلا عزیزشون رو بگیرن، خب و استرس داشتن، نگران بودن. هر بار که ما میرفتیم میومدیم این بنده خدا اما تشکر میکردن با چشمای گریون که ما داریم کمک میکنیم عزیزاشون رو بیاریم. و خب این اتفاق افتاد. شاید مثلا یکی بگه یه نفر فوت کرده مهم نیست، ولی اینجوری نیست. عزیزت وقتی آسیب دیده و تو حتی یک جسم ازش نداری، واقعا به هم میریزی. و اونجاست که کمک کردن به آدم واقعا به ما انرژی میده و باعث میشه که خوشحال بشیم. وقتی میبینیم آدم‌ها خوشحال میشن. خیلی قشنگه این طرز تفکر و این نگرشتون. لطف دارید. تو طبیعت گردی اول مهارته یا تجهیزاته؟ طبیعت گردی اول مهارته. ببین نگاه کنید، شما اصلا ابزار نداشته باش، یکی از مهارت‌های بقا ابزارسازیه. یعنی از 12 فصلش یکیش فقط ابزاره که با یه وسیله‌های ساده چجوری ابزار درست کنی. یعنی شما فقط با یه کارد یا چاقو معمولی بتونی یه نیزه درست کنی که اگر شب شد یه حیوانی سمتت اومد بتونی دفاع کنی. اصلا چاقو نداری، هیچ چی نداری، شما چوب تو آتیش بذار، نوکش که میسوزه این نوکش رو رو سنگ و اینو خراش بده، یه نیزه باید میتونی داشته باشی. یعنی هر چی شما ابزارها کمتر بشه، تکنیکات بیشتر میشه. باید اول تکنیکای زیادی یاد بگیری، به هر نسبت تکنیکت میره بالا ابزارها رو کم کنی. به مرحله مهارت میشه. اصلا این داستان این که شما یه حرفه، هر حرفه‌ای که میبینی سن بالایی داره نگاه میکنی خیلی وسیله نداره. این آدم بیشتر تکنیک و هوشه، تمرینه. و متاسفانه الان طبیعتگری همین فکر می‌کنن ابزار، کلی طبیعتگرا وسیله بردن که همون عامل مشکل سازیه. چون یه طبیعتگر 1/5 وزنش میتونه ابزار بیاره. یعنی وزن کوله و ابزاری که روش بیشتر از 1/5 باشه براش آسیب زننده است. طرف می‌بینی مثلا 60 کیلو 40 کیلو کوله داره.
خب این اشتباهه، آسیب می‌بینه. پس مهمترین چیز اینه که یاد بگیریم. حالا میتونه وسیله‌شو بگیره با یه گروهی که علمی هست بره و آرام آرام از اینا ابزارها و کارها رو یاد بگیره و شروع کنه کار کردن. حتی همون آتش درست کردنش رو خیلی یه مثال ساده براتون بزنم. یه فایر استیل هست که آتش زنه است، میزنن جرقه میزنه، تقریبا همه طبیعت‌گردا دارن. خب همشون هم فکر می‌کنن این هر موقع لازم شد میزنیم بالاخره آتش میگیره دیگه. فعلا با فندک و کبریت کارمون رو راه میندازیم. ولی وقتی پاش میرسه میگن کار نمیکنه. همین ابزاری که به نظرشون عادی و ساده هستش تکنیک داره برای کار کردن. طرف افتاده توی رودخونه، تمام وسایل کبریتاش خیس شده، حالا اومده بیرون میخواد اینو روشن کنه ولی کار باشه یاد نگرفته و ابزارش رو خریده و این میشه خطا. هر ابزاری که میگیریم باید کارش رو یاد بگیریم و مهمتر از این که اول مهارت‌های پیمایش، استقرار، کمپ، حیوان وحشی، خوراک‌ها، قارچ‌های سمی، اینا رو یاد بگیریم، بعد شروع کنیم جلوتر تو طبیعت بریم. اگر اطلاعات طبیعت گردیمون کمه، تنها کار درستی که میتونیم بکنیم اینه که با یه گروه طبیعت گردی که واقعا مهارت دارن همسفر بشیم. اصلا تنهایی نریم. بارها و بارها همیشه دایرکت من پر از آدمایی که میگن میخوام تنهایی بریم سفر. میگم چقدر تجربه داری؟ چقدر اطلاعات داری؟ چقدر تخصص داری؟ در نهایت چقدر تجهیزات داری؟ هیچ. و میخواد بره. اکثر آدمایی که گم میشن از این دستن. پس اول مهارت در کنار یه گروهی که طبیعت گرده از شما بیشتر بلده و کمی تمرین، اون موقع با تعداد کم بازن. هیچ موقع تنهایی من توصیه نمی‌کنم مگر که واقعا حرفه‌ای باشی و محیطت هم بشناسی. استاد من یادم میاد قبلا که شروع کرده بودم، مثلا سال 93 4 بود که شروع کردم میرفتم طبیعت و اینا، تازه داشتم آشنا می‌شدم باهاش. اولین چیزی که به ذهنم میرسید یه تبر گنده انقدی با وزن 1 کیلویی. 1 کیلوییش برام خیلی مهم بود اون موقع که این سنگین زور داره. آقا ما رفتیم یه دونه 2 تا 3 تا 5 تا تبر من خریدم. الان یه تبر خیلی خوشگل حرفه‌ای سنگین تیز این تیغ دارم، ولی فکر می‌کنم تو 15 تا سفر اخیرم مثلا دست بهش نزدم، نیاوردمش اصلا. دیگه گفتم بابا طبیعت اصلا نیاز به تبر نداره، شما آتیش بخوای روشن کنی تبر یه کارت کافیه برای شما. و اینو متوجه شدم. پس طبق فرمایشات شما شخصی که بخواد طبیعت گرد بشه یعنی اول باید بره سراغ مهارت شناخت طبیعت و مبانی، بعد بره سراغ تمرین، بعد بره سراغ اجرا. آفرین. البته در کنار گروه‌ها، چون تنهایی ممکنه خطاهایی ایجاد بشه، ولی یه گروه طبیعت‌گردی که تجربه داره میاد خطاهاتون میگیره، خطاگیری میکنه، میگه رفیق این کارو انجام بده. یه داستان معروفی هستش که تو باشگاه بدنسازی همین میگن یکی میاد داداش اشتباه میزنی. تو طبیعت‌گردی باشه بیاد بگه داداش اشتباه میزنی این کارو کن. آره استاد می‌خواستم اینو بگم که یکی از موضوعات دیگه‌ای که هستش برای طبیعت‌گردا معمولاً نمیدونن تغذیه در طبیعت باید چه جوری باشه. خیلی من بچهای خودمون که حالا با هم میریم کمپ و سفر میبینی خوراکی خوبه، مثلا گوشت فلان اینجوری خفن آورده، ولی خب من میگم که اون تغذیه استاندارد و اصولی در طبیعت چیه که هم مناسب کوله باشه، هم شما رو در شرایط بقا زنده نگه داره، هم تو شرایط اضطراری راحت بتونی تغذیهش کنی. ببینید یه تجربه که دنیا اتفاق افتاده زمانی که زلزله اومده، خیلی از آدم‌ها زیر زلزله موندن، زنده بودن، اما خب تا درشو میارن چندین روز طول کشیده. یعنی آدمی یه جای گیر کرده، خواب و خوراک و اینا نداره، آب نداره، چند روز زمان میبره تا درش برن و این میمیره چون زمان طولانی میشه. طبیعت‌گردی که تو طبیعت گم میشه همچین حالتیه. به خاطر این من همیشه به بچه‌ها توصیه میکنم که یک چیز پر انرژی که به قول معروف انرژی زیادی داره که معمولا هم توصیه هم آجیله، خب آجیل و عسل، این رو توی پکتون تو کولتون داشته باشین و مصرف نکنین که اگر یه زمانی مشکلی پیش اومد اون انرژی کمک کننده برای زمان طولانیتون باشه. همچنین آب. اما در مورد خوراک، اگر طبیعت‌گرد حرکت زیادی داره میکنه، بهتر خوراکایی که جذب بالایی داره ولی انرژی کمی مصرف میکنه مثلا باشه که خود آجیل میتونه یه دونش باشه. خب ولی مثلا غذای سنگین خوبه اما زمان که توقف میکنی، مثلا شما میخوای صبحونه رو بخوری حرکت کنی، اصلا غذای سنگین نخور چون خون زیادی سمت معده میاد، خون به عضلات و مغز اینا کمتر میرسه و خسته میشی. یه غذای سبک حرکت کنی. اما شام اگه نهار استراحت میکنی بعدش 1-2 ساعت غذا متوسط بشه، اما شام میتونه سنگین‌تر باشه. چرا؟ به خاطر اینکه تو شام می‌خوری 7-8 ساعت استراحت کنی، قشنگ هضم می‌کنه و بعداً مشکل براش پیش نمیاد.
اما در مورد نوع غذاها، هرچی غذاها با انرژی و کالری بیشتر باشه، با مواد مغذی بیشتر باشه، اما حجم کمتری داشته باشه، بهتره. به چند تا مثال میتونید بهمون بگید؟ ببین مثلا تخم مرغ غذای خوبی هست، مثلا گوشت میتونه غذای خوبی باشه، خب اما غذاهایی که حجم زیادی دارن ولی میزان کالری کمی دارن، مثلا سبزیجات و اینا، سبزیجات خوبه ها، ولی توی تایم کوتاه که تو انرژی احتیاج داری بهتره غذاهای مقوی‌تر و گوشتی‌تر رو جایگزینش کنیم. مثلا حتی اگه میخوای غذای خونگی هم داشته باشی، به جای اینکه مثلا برنج با یه خورشت معمولی بخوری، مثلا یه فسنجون بیار که مقویه، یا مثلا یه قیمه پرگوشت بیار، یه چیزایی که بتونه انرژی خوبی برای تامین کنه. اما همیشه یه مکمل‌های مقوی مثل عسل یا آجیلای فشرده یا کنجد ارده شیره فوق‌العاده است. ارده شیره برای صبحونه تو طبیعت‌گری فوق‌العاده است که من خودم استفاده می‌کنم، چون انرژی خیلی بالایی داره، حجم پایینی داره و مثلا معده و اینا رو زیاد درگیر نمی‌کنه، خودش گرما داره، راحت‌تر هضم میشه، ولی یه انرژی عجیبی می‌ده، می‌تونه 8 ساعت کار کنه، خسته نمی‌شه. من صبح همین ارده و شیره رو با 2 تا نون پروتئینی و فیبری از اینا 2 تا دون، یعنی 4 تا نون بود که دوبل 2 تا اینجوری خوردم از سر صبح تا الان. من هنوز احساس گرسنگی نمی‌کنم. این بهترینه، انرژی بسیار بالایی داره، خسد نمی‌کنه، خونگیری معده پایین میاد و خروجی بالایی داره. اما شما فرض کن صبحونه کلی مثلا نون و پنیر و گوجه و خیار اینا بزنید، 2 ساعته گشنت میشه، معده‌ت هم کلی زور زده، مثلا فیبر، درسته فیبر خوبه، یه سری خواصای خاص خوش داریم، ولی برای تو موقعیت طبیعت‌گردی بهتره که بریم سراغ انرژی کم، انرژی زیاد و حجم کم. خب استاد، در رابطه با همین موضوع شما 5 تا خوراکی که تأکیداً باید تو کوله هر طبیعت‌گردی باشه رو چی پیشنهاد میدین؟ ببین یکیش همین ارده شیره است. ارده و شیره این 2 تا میشه. من تازه نه ارده شیره، ارده میارم، بعد 4 شیره یا 5 شیره، شیره خرما، انگور، توت، انجیر. خب اینا رو با این ارده مخلوط میکنیم، این میشه ارده شیره. این غذا فوق‌العاده است. یکیش اینه. یکی که همیشه همراه باید باشه به نظر من آجیله، هم به خاطر اون قضیه اورژانسی، هم به خاطر زمانی که انرژی احتیاج داره. یه چیز دیگه ای که خیلی میتونه کمک کنه در شرایط گرم، خرفه است. خرفه؟ تخم خرفه. چطوردارهای قدیم وقتی میری کویر شرایط گرم گم میشدن، تخم خرفه همراهشون. وقتی تو یه قاشق تخم خرفه رو میخوری تا یه روز آب بدنت احتیاج نداره، یعنی گم میشی نیاز به آب داری، جلوی از مرگ در تشنگی رو میگیره. اصلا من اصلا نمیدونم خرفه چی هست. خرفه یه گیاه، یه سبزیه، اما یه تخمای ریز سیاهی داره مثل تخمای بارهنگ تو اون سایز کوچولو که قشنگ باعث میشه بدن صفرا تولید نکنه و گرم نشه، حرارت بدن میاره پایین، مصرف آب فوق‌العاده میاره پایین. به خاطر همین یه آدم به جای اینکه تو روز 3 تا لیوان 5 تا لیوان آب بخوره، شاید یه لیوان هم آب نخوره زنده میمونه برای شرایط اورژانس. یعنی تو شهر ما نمیتونیم این استفاده کنیم؟ چرا؟ تو شهرم همیشه اونایی که روزه میگیرن صبح تا غروب تابستون تشنه‌شون میشه، من میگم سحر یه شربت خرفه بخورن، دیگه تا غروب تشنه‌شون نمیشه. خب من اینو یادم موند برم برای خودم داشته باشم. خب بعدیش موند یکیش عسله. عسل فوق‌العاده است، هم انرژی میده، هم جذب میده، هم شیرینیجات 2 پله‌ای داره، به خاطر همین کمک میکنه به آدم. و نکته مهمش اینه که عسل اگر حتی بدن زخم بشه، عسل رو تو زخم میزنی، زخم بهتر تامین میشه، عفونت نمیشه، کارهای جانبی دیگه هم برای انجام درمانیه، یعنی چند کاربر هست. آره. خواستم در مورد خطرناکترین نقاط ایران یا خطرناکترین نقطه ایران ازتون بپرسم که آیا اول خودتون ورود زدید بهش یا نه، و اگر ورود زدین چرا خطرناکترینه؟ به نظر من خطرناکترین جا تو طبیعت ایران کویره، چون خیلی آدما که تو جنگل یا کوهستان آسیب نمیبینن، تو کویرها خطرناکه و ما میزان فوتی در کویر بیشتر داریم. چرا؟ بعضی از جاهای کویر از صبح که طرف گم میشه به غروب نمیرسه، از تشنگی میمیره، همه چی کمه، محدوده. و خطرناکترین جا تو کویر ایران هم باز به نظر من ریگ جنه که اسمش هم مثلا یه اسم خطرناکیه که اصطلاحاً میگن، قدیمی‌ها میگفتن جا جن داشته و باعث مرگ میشد و اینا. اما علتش اصلیش اینه که منطقه‌ای که خب سرگشتگی داره، خیلی کم رفتن اونجا. به تازگی تو این چند سال اخیر، مثلا تو 3 سال پیش با گروه به قول معروف بیابانای ایران، ما یه کیسش رو، یه قسمتش رو رفتیم که تا حالا کسی نرفته بود. نه اولین بار بود انسان مثلا میرفت اونجا. چه جالب. آره.
یه جای خب خطرناکه، تو دل بیابونه، هیچ آبی وجود نداره، خیلی دوره. شما مثلا یه گیاهی، حشره‌ای، آبی، خوراک هیچ پیدا نمی‌کنی. اگه گم بشی فوق‌العاده میتونه خطرناک باشه. همین حرارت آفتاب صبح تا غروب دما انقدر بالا، هم میتونه به آسیب بزنه. یعنی باعث مرگ از تشنگی بشه. بعضی جاها بادهای داغ میاد. یعنی شما تو همون روز صبح تا غروب داری راه میری، انقدر باد داغ میاد آب بدنت میکشه. و اگه آبت کم باشه میتونه همون باعث کاهش آب و شدید و مرگ بشه. توصیه شما چیه در رابطه با این؟ ما همیشه وقتی همچین اتفاقی میفته میبینید توی کویرها روز حرکت نکن. روز که آفتاب هست و حرارت زیاده، برو یه جا چاله بکن، برو تو چاله یه پتوی نجاتی چیزی هر چی رو چاله بگیر، زیر چاله خنکی رطوبت رو بگیر تا شب. اینجوری آب از دست ندی. شب که بلند میشه دیگه هوا خنکی، میتونی پیمانش کنی. با همین روش آب بدنت کمتر مصرف میشه و بیشتر زنده میمونی و بیشتر هم میتونی مسیر رو طی کنی. مدیریت بهتری. آره. به نظر من خطرناک‌ترین جای ایران میتونه اونجا باشه برای طبیعت‌گردا اگه بخوان تنها برن، و کویرها رو توصیه نمی‌کنم کسی تنها بره، چون تو جنگل اگر گم بشی شاید مثلا یه آبی پیدا کنی، یه خوراکی، حالا بالاخره به یه جایی برای یه مدت برسی، ولی توی کویر اینجوری نیست. توی کویر خیلی سخت‌تر پیدا کردن مسیر و موضوعی که اصلا آبی نیست که بخوای پیدا کنی و آب به دست آوردن فوق‌العاده سخته و اصلا خوراکی نیست، شکاری نیست، بسیار محدود، بسیار کم، مثلا دسترسی نداره و کار به خیلی سنگین می‌کنه. چقدر جالب. خیلی کامل اصلا شما پاسخ میدید. من نمیتونم سوال بعدی چی بپرسم. آره آقا، سوال بعدی اینه که زمانی که ما تو طبیعت با حیوانات مواجه میشیم، اون اصول کلی و بیسیکی که در مواجهه با حیوانات باید رعایت کنیم چیه؟ ببینید حیوانات یه استراکچری تو رفتار باهاشون میتونیم داشته باشیم، اما هر حیوانی با حیوان دیگه فرق میکنه. مثال بزنم براتون، مثلا خرس در مبارزه اگه درگیر بشی، مهمترین جای حساسش چشمهاشه. خب و تو نمیتونی آسیب دیگه بهش خرس بزنی. اصلا هر چی میخوای کارت تو بدنش فرو کن. بدن بسیار محکم، قوی و بزرگه و از طرف دیگه مثلا گرگ اینجوری نیستش که به راحتی بتونی خنجر بهش بزنی، ولی این قسمت بدنش آسیب پذیرتره و کفتار اصلا گردنش آسیب پذیر نیست چون قوی، آروارهاش بزرگه. اینه که هر حیوانی یه مدله، اما کلا روش این که ما آسیب در طبیعت نبینیم اینه که در مورد هر حیوانی اطلاعات داشته باشیم. اول بدانیم که وقتی میریم تو طبیعت حیوانات خلقیاتشون چجوریه، کجاها هستن. ما در مسیر پاکوب حیوان، آدما که پاکوب دارن تو طبیعت حیونا هم دارن، این مسیر خاصی رد میشه. ما در مسیرشون نباشیم، ما تو چشمشون نباشیم. ما توی جنگل یک بقا که آموزش میدادیم یه جایی رفتیم که یه چشمه با فاصله چند صد متری ما بود که خرسان میبودن آب میخوردن. خیلی از طبیعت‌گردا من دیدم دم چشمه کم میکنن. شما دم چشمه کم میکنی، خرگوشه میخواد آب بخوره و ماره میخواد خرگوشه رو بزنه و خرسه میخواد بیاد آب بخوره. خب این داری به خود آسیب میزنی، یعنی ریسک خطر تو بردی بالا. پس اول جاهایی که اینا هستن نریم، یعنی با فاصله باشیم، وارد محیطشون نشیم. دوم این که وقتی یه جایی مثلا کم میکنیم یه جوری کمپمون رو برقرار نکنیم، استقرارمون برقرار نکنیم اینا سمت ما میاد. شما اگه خوراکتون رو بذاری بیرون با فاصله نزدیک، زبالت نزدیک باشه، شغال شب میاد بررسی کنه، گرازه میاد، یعنی داری اینا رو جذب میکنی. پس با فاصله و اینا که حالا موارد زیادی داره، من دارم فقط یه دونه‌اش مثال میزنم، میتونه موثر باشه که شما این جذب نکنید. یا اگر یه جایی مار وجود داره اینو باید دورش کنی. مارا چون زیر فکشون لرزه‌نگار دارن و حساسن، شما با بالا پا پریدن منطقه رو برای مار ناامن می‌کنی، فاصله میره، پس اینجا ایمن میشه. تکنیک‌های زیادی هست. آقا یه سوال دارم اینجا، ببخشید باز میدم. تصور میکنیم که الان ما با یه خرس داریم میبینیم که مثلا اونجا یه دونه خرس داره رد میشه یا داره بس نزدیک میشه به ما. تو اینجور مواجهه ها باید چیکار کنیم که داریم حیوانو میبینیم ما، گرگ، خرس، اینا؟ ببین زمانی که میبینی، خب هر حیوانی جداگانه خیلی مفصله. بله. اما خرس رو مثال بزنم، خرس حیوانیه که مثلا یه قلمرو داره، همه حیونا قلمرو دارن. وقتی شما یه خرس رو تو فاصله 20 متری 50 متری میبینی، یعنی این که احتمالاً باد از سمت خرس به شما میاد. چون اگه باد از سمت ما به سمت خرس باشه، تو 500 متری اون بوی ما رو میگیره و فرار میکنه. مثلا اینکه روشی که شکارچی‌ها به شکار نزدیک میشن همینه، جوری به شکار میرن که باد از سمت شکار به اینا باشه، وگرنه از سمت اونا به شکار برمیره. پس ناخودآگاه شده و خرسه نمیخواسته با روبرو بشه، معمولا اینجوریه. به خاطر همین باید حواسمون باشه. چرا؟ چون اون نمیدونه ما هستیم، یه دفعه شوک میشه. حیوانات وقتی شوک میشن حمله میکنن و این خطر بیشتر میکنه.
پس وقتی با فاصله دور میبینیم، اگه تعدادمون زیاد سر و صدا کنیم که از دور ما رو ببینه در بره اونوری. ما توی کوههای سمنان، جنوب کوههای سمنان بالای مهدیشهر اینا، یه بار توی دره همینجوری با خرس و 2 تا طولش، ما اینور دره بودیم، یه رودخونه کوچیک، اونور دره اونا، فاصله زیاد نبود، شاید 50-60 متر هم نبود. بعد اونا ولی متوجه ما نبودن، خرس مادر و طولاش. حیوانات با بچه‌هاشون فوق‌العاده خطرناکن. یعنی طولای خرس مادر وقتی همراهشونه به شدت حساس و حتما به حمله میکنه. بعد یه دفعه ما اون یکی بچه‌ها گفت، منم متوجه نبودم، ما میرفتیم گفت اونجا خرسه. اینا کردیم این با طولاشو، گفتم بچه‌ها این با طولاش، ولی ما رو ندیده و دارن یه سمتی میان که دارن به اون نزدیک میشن. گفتم سر صدا کنین. سر صدا کردن اینا، بعد یه دفعه این متوجه ما شدن، تو ما رو دیدن از اونور، بچه‌هاش اول دویدن، بعد این آروم آروم ما نگاه کرد و رفت. اما اگه ما متوجه نمیشیم و این میومد نزدیک ما تو چند متری، فوق‌العاده خطر زیاد میشد. چون اون موقع اگر سر صدا میکردیم شوک میشد و به خاطر دفاع از بچه‌هاش به ما حمله میکرد. اتفاقا چند روز پیش همین فیلم در اومده بود، نمیدونم دیدین یا نه؟ نه متاسفم. تو کوهستان بالای اردبیل بود فکر می‌کنم، یه دونه خرس اومده بود تو روستا، دم در خونه طرف داشت سطلاشخال بو میکرد با 3 تا توله. شخص وایساده تو فاصله 10 متریش داره فیلم میگیره، میخنده، خرس و توله ها فلان. همین وسط فیلم گرفتن خرس حمله کرد بهش، دوربین افتاد رو زمین، دیگه بقیه‌اش نمیدونیم. دقیقاً همین داستان. دقیقاً داستان اینه که اولا یکی اشتباه طبیعت‌گردان اینه که غذا خرس‌ها بعضیشون زباله‌گردونه، اما اون یه حیوان وحشی و هرگز اهلی نمیشه. اصلا فکر نکنیم اهلی میشه. ممکنه توی شرایط حساس نباشه ولی یه دفعه تحریک میشه و حمله میکنه. پس فاصله بگیریم. اما زمانی که ناخودآگاه اتفاق میفته، ما باید ازشون فاصله بگیریم. حالا یه زمانی هست یه خرسی از خواب زمستونی بیدار شده و گرسنه است، اون موقع ممکنه بهت حمله هم حتی بکنه. چون اون موقع برای دفاع هم نی، گرسنه‌شه، غذا نخورده، 50 کیلو، 100 کیلو، 200 کیلو وزنش کم شده، بیدار شده و فقط میخواد یه غذایی بخوره. ممکنه بهت حمله کنه. تو کانادا بارها این اتفاق افتاده. همون خرسای انگلیسی که شبیه خرسای قهوه‌ای خودمون هستن، این کار اتفاق افتاده. برای خودمون هم حمله خرس داریم. خیلی فکر می‌کنن تو ایران آقا حمله خرس و گرگ و اینا نیست. خیلی ساده است، فقط تو اینترنت سرچ کنید حمله خرس به انسان تو ایران. تعجب می‌کنی وقتی می‌بینی تاریخاش هست، عکساش هست و واقعا اتفاقا میفته. پس در مورد هر حیوانی اول بعد جاش نرین جایی که ناامنه، بعد حواسمون باشه که اگر هست یه جوری کاری کنیم که منطقه دور بشه. در نهایت اگر حیوان با ما برخورد کرد باید عقب نشینی کنیم. مثلا در مورد خرس ممکنه سمت ما بیاد. توی اطلاعاتی که تو دنیا در مورد این قضیه وجود داره میگه آقا وقتی خرس میاد تو آرام آرام برو عقب. اگه خرس اومد یه چیزی غیر خوراکی مثل موبایل بنداز، این تو برو عقب، اون میاد بو میکنه میره خوراکی میره. بعضی وقت نمیره، به سمت حمله میکنه. اون موقع اگه میتونی فرار کن. اما اگه فرار فکر نکنم. آره، تازه وقتی فرارم بکنی ممکنه بگیردت، اگه بگیردت بعد خودتو به مردن بزنی. ضربه میزنه، ممکنه دست و پات بشکنه، ولی نباید. بعضی وقت ممکنه بازم رها نکنه. یعنی احساس کنه مردی میره. بعضی وقت احساس هم نکنه باز ولت نمیکنه. اون موقع باید مبارزه کنی. من شنیدم که میگن خرس تا نفس آخرت هم بو میکشه بعد میره. دقیقاً اگر احساس کنه زنده ای ممکنه ولت نکنه. بعضی وقت ول میکنه، همیشه اینجوری نیست. تو باهاش زمانی باید بجنگی که احساس میکنه این داره میکشدت و ول نمیکنه. اون موقع دیگه تلاشتو بکن. و چون چشماش حساسه، یه مشت خاک هر جا بیافته زمین، سنگ خاک به سمت چشش بزن و این باعث میشه حساسه. الان تو دنیا بهترین دور کننده خرس چیه؟ اسپری فلفل. برای کجا؟ چشش. تو فاصله 15 متری وقتی میزنی این چشش میسوزه و میره و دیگه حمله نمیکنه. و خیلی از طبیعت‌گردایی که میترسن، من همیشه میگم اگر نیاز دارین اسپری خرس ببرین. برای بعضی حیوانات دیگه هم میتونه کاربرد داشته باشه. استاد حالا ما تصور میکنیم تو همین شرایط بقا مثلا هستیم. حالا برای اینکه تو این شرایط بتونیم امنیت ذهنی خودمون رو رعایت کنیم و مهارتمون رو بسنجیم، شما قبلا گفته بودین به من که 4 تا ابزار اصلی داریم که این 4 تا ابزار اصلی و طبق فرمایش خودتون همه جا به کار ما میاد. بله. چطور مثلا میشه استفاده بهتری از اونها کرد؟ ببینید هر ابزاری که شما دارین خیلی ابزارهای اضافی دارن. مثال میزنم، شما مثلا یه ظرف داری برای طبیعت‌گردی، حالت مایتابس یه دسته داره. یه موقع هستش که مثلا میری یه ظرفی میگیری دسته نداره، ولی یه قلابک‌های آلومینیومی دسته میگیری که اینو بگیری. خب داری یه ابزار اضافه می‌کنی، وزن اضافه می‌کنی، حجم اضافه می‌کنی. تو طبیعت‌گردی این برای ابزارهای دم دستی که می‌خوای کار کنی. اما تو طبیعت‌گردی ابزارهای مهم 4 تا هستن که آتش زنه است، کارد، تنابه و آخریش پتو نجات. حالا چرا؟ مثلا یک کارد اگر نیاز باشه مبارزه کنی، حیوانی بهت حمله کنه استفاده میشه.
همین کارد رو با اون تنابه میتونی روی چوب ببندی، میشه نیزه. حیوانات بزرگتر نیاز باشه دفاع میکنی. همین کاردار اگر لازم باشه کار ساده ازش میتونی بگیری. خسته شدی یه جایی حشرات وجود داره، نمیخوای کولت رو زمین بذاری، میزنی توی درختی کولت رو آویزون میکنی. یعنی کاربردهای مختلفی داره. خیلی کار، هر کدوم از اینا با صدها تکنیک. احساس میکنم اینا مولتی ابزارن. دقیقاً. بعد شما زمانی که مثلا یه پتو داری، یه پتو نجات، پتو نجاتو اگر سردت باشه میتونی رود بندازی، میتونه جلوی باد رو بگیره اگه باد سرد میاد. یه جایی که خیلی گرمه مثل کویر میتونی جوری بندازی که آفتاب رو برگردونه که بدنت انقدر گرم نشه. یه جایی گم شدی تو جنگل، آب میخوای استفاده کنی میتونی آویزون کنی، شبنم رو میگیره، آب میتونی ازش استفاده کنی. یه جایی آب آلوده هستش، یه چاله میکنی، ظرف نداری، اینو میذاری توش مثل چاله میشه، سنگ داغ میندازی میجوشونی، ضد عفونی میشه. یعنی یه ابزار صدها کاربرد داره. به خاطر همینه که تربیتگرد حرفه‌ای تربیتگرد ابزارهای کمتری داره، اما هوش و تکنیک خیلی بالایی داره و با تکنیک و هوش که زنده میمونه و این تجربه شده در تمام دنیا، نه فقط برای ما. حرفه‌ای‌ها اونایین که ابزار کمتر دارن ولی تکنیک بیشتری بلدن. چقدر جالب. این 4 تا ابزار رو کاملش رو خودتون فهمیدین دیگه؟ تناب هم هست. تناب داستانش چیه؟ ما 2000 خورده مثلا گره داریم ولی لازمه 2000 خورده گره یاد بگیری. گره های کمتری، شاید زیر 20 گره بلد باشی تقریبا همه کارات راه میفته. یا تناب 7 میل 15 متری هم همراه باشه باهاش از دره عبور میکنی. اگر پای کسی بشکنه میتونی آتلش کنی. یه جای منطقه خطرناک گرد داره بالا درخت میتونی ببندی بخوابی. یه جای دره میتونی بری پایین، از یه جای ارضی میخوای رد بشی خطرناکه ببندی ایمن رد بشی. میتونی حتی 4 تا صندلی وسیله صندلی همراه خودت نمیتونی ببری که کوله کوچیک داری، میتونی تناب و 4 تا چوب به هم ببندی، این میتونه یه صندلی برات بشن. میتونی براش تخت درست کنی، توی باتراق گیر کردی چوبا رو به هم میبندی، خاک میریزی، برگ میریزی، سنگ میریزی، در نهایت خیسش میکنی، چوب روشن میکنی، آتش معلق رو آب درست میکنی. یعنی صدها کاربرد داره هر کدوم از این 4 تا، صدها کاربرد داره. فقط یه گره به اسم گره آلپاین، همیشه این مثال میزنم، یعنی با یه گره آلپاین بیش از 40 خورده کاربرد فقط همین یه دونه گره داره. من میگم تو یه گره آلپاین داشته باش و تناب انفرادی رشته کوه آلپ رو میتونی رد کنی. استاد من این دنبال گردن من بودم واسه فندکم که گردنم بشه. بعد اونجا جلسات قبلی من آلپاین رو از شما یاد گرفتم، گیرم نیومد. با این نخا درست کردم، این گره آلپاین زدم. آفرین. زدم به این. یه کاربردش همینه. آره یه کاربردش هم همینه که الان گفتین یادم اومد. هم برای خودم هم برای بچهای پشت صحنه. اصلا آره اینو زدم. دم شما گرم آقا. صحبت با شما به هیچ عنوان پایان پذیر نیست. لطف دارین. و آدم لذت میبره ولی محدودیت زمانی داریم. میخوام از اینجا ازتون قول بگیرم برای جلسات بعدی هم ما راجع به موضوعات تخصصی تر در خدمتتون باشیم. بچه‌ها لازم دارن اطلاعات شما، این تجربه که شما به دست آوردین تو این سالها فکر می‌کنم به درد خیلی آدم میخوره. و منم افتخار اینو داشتم، خیلی افتخار بزرگیه در خدمت استاد جندقی. برای ما افتخاره در بزرگوارید، مختص شما. و آره این قولشو بگیرم برای جلسات بعدی. در خدمتتون. استاد 3 نفر میخوام معرفی کنید که ما باهاشون گفتگو داشته باشیم که انسانای از نظر شما آدمای حرفه‌ای و استادی هستن که اطلاعاتشون به درد بقیه میخوره. قطعاً. استاد صادقی که در نورد هستن و مدرس امداد نجات حرفه‌ای هستن، فوق‌العاده. استاد چیه صادقی؟ مهدی صادقی. استاد مهدی صادقی. استاد مهدی عزیز ما با شما میخوایم گفتگو کنیم، تو قسمت‌های بعدی می‌بینیمتون. سلامت باشید. بعد استاد ناداری هستن که ایشون کتاب به اصطلاح حشرات رو نوشتن، تو زمینه شناخت حشرات و پروانه ها اینجور چیزا خیلی قوی هستن. کتابشون چاپ شده، میتونید ببینید، تو بازار هستش و این کمک میکنه که مثلا تو شناخت طبیعت خیلی کمک میکنه. بعد استاد بختیاری هستن که تخصصشون پرندگان هستش و خیلی کمک میکنه. ببینید یه کتاب ایشون هم هستش، حتی برنامه‌هاشون هم مثلا اجرا میکنن. ببینید شبکه‌های اجتماعی هم دارن. یه نکته بگم، مثلا تو طبیعت‌گردی شما باید گیاها رو بشناسید، شما باید پرنده ها رو بشناسید، شما باید خزنده ها رو بشناسید. برای تک تک اینا اساتیدی هستن که کتابای تخصصی تو ایران نوشتن و شما میتونید از طریق اونها اطلاعات کسب کنید. خیلی خوب، خیلی دقیق و این کمک میکنه که هم حیوانات رو ببینی و لذتش رو ببری، گیاهان، حیوانات، و همین که زمانی که لازم باشه بتونه از اونها برای بقا استفاده کنه، از اطلاعاتشون. یه مثال ساده بزنم، اگر شما گورخر رو بشناسید میدونید که گورخرها تو زمانهای از روز مثل بعد از ظهر مثلا یا دم صبح میرن سمت جایی که آب پیدا کنن. اگر تو کویری گم بشین
و این گورخر رو صبح ببینین این احتمالاً داره میره یه جایی آب پیدا کنه و جالبه یه جایی که خشک شما نمیبینین پاشو میذاریم و آب هست و تو کویر که مهمترین چیز برای تو آبه میتونی اینو داشته باشی. پس اگر کتاب پستانداران استاد ضیایی خونده باشی یا ایشون رو بشناسی این دیتا به کمک کنه. حالا فرض کن پرنده ها همینطور، خزنده ها همینطور، مارها همینطور، دیگه گیاهان همینطور. هر چه بیشتر بدانی قوی تری. یه طبیعتگرد حرفه‌ای بارها گفتم کسی که اطلاعات بیشتری داره و تکنیک های بیشتری بلده ولی ابزارش محدود. چقدر قشنگ گفتین استاد. من از اتاق فرمان داشتن اشاره میکردن که تایممون داره به پایان میرسه. اشاره تو برنامه بعدی. خیلی مخلصم، مرسی. دمتون هم گرم که ما رو پذیرفتین که در خدمتتون باشیم. افتخاره. اگر صحبت کلمه پایانی هستش که در خدمتتون باشیم. فقط من تنها چیزی میخوام به بچه‌ها بگم اینه که بیشتر و بیشتر دنبال مهارت و تکنیک باشن و اطلاعاتشون رو زیاد کنن چون بر اساس اطلاعات میتونن به خودشون کمک کنن. تجربه تو دنیا نشون داده آدمایی که گم شدن و آسیب دیدن و اونایی که زنده موندن وقتی آمارها نشون داده شده که بیش از 80% آدما فقط اطلاعات داشتن بهتر زنده موندن حتی با تجربه و تکنیک. ولی اونایی که اطلاعات نداشتن بیشتر آسیب. خیلی عالی. آقا این قسمت آخر نیستش، ما استاد رو بازم در قسمت‌های بعدی خواهیم داشت. در خدمتتون هستم. خیلی مخلصم. خواهش می‌کنم. سلامت باشین. خدا نگهدار.